تو هم مثل من عاشق پیتزا باشی میدونی مهمترین بخشش پنیرشه. ولی تا حالا فکر کردی این پنیر پیتزایی که میگن چیه؟ امروز میخوایم بریم سراغ پشت صحنه خوشمزه ترین بخش پیتزا و ببینیم اون چیه که یه پیتزای رویایی برامون میسازه. در اصل دو نوع پنیر وجود داره برای ساختن اون کش زیبای پیتزا: پنیر موتزارلا و پنیر پروسس. موتزارلا یه پنیر اصیل ایتالیاییه که ریشه اسمش از موتزاره میاد که به معنی بریدنه. چرا؟ چون توی روش سنتی درست کردن این پنیر دلمه‌های بزرگ پنیر رو می‌بریدن و به توپک‌های کوچیک تقسیم می‌کردن. جالبه بدونید اولین بار توی یک کتاب آشپزی مربوط به سال 1570 میلادی از این نوع پنیر اسم برده شده. اما پنیر پروسس یه محصول جدید به حساب میاد. تو قرن 20 شرکت‌های صنعتی برای اینکه ماندگاری پنیر رو بالاتر ببرن این محصول رو تولید کردن و معنی اسمش هم از همینجا میاد. موتزارلا از شیر گاو یا گاومیش و مایع پنیر تولید میشه. هیچ افزودنی صنعتی نداره، به خاطر همین طعم و کش طبیعی داره، ولی خب ماندگاریش کوتاهه. این پنیر نرم و تازه است، مزه شیرینی داره ولی یه کوچولو شوره. وقتی حرارت میبینه حس پخته شدن داره، یه کوچولو کش میاد و روش هم تله‌ای میشه. اگه پیتزا درست میکنی این فرقش رو خیلی واضح حس میکنی. حالا سوال نهایی: کدوم پنیر برای چه کاری مناسبه؟ اگه دنبال یه طعم و مزه اصیلی، پیتزای ایتالیایی، سالاد کاپرزه، لازانیا، پنیر موتزارلا بهترین انتخابه. و اما پنیر پروسس برای ساندویچ، همبرگر، سس پنیر، غذای صنعتی و فریزری بهترین انتخابیه که میتونین داشته باشین. حالا تو بگو کدومو ترجیح میدی، موتزارلا یا پروسس؟ نظرتو توی کامنت ها برام بنویس. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، زنگوله رو هم بزن.